سلام بچه های عزیز، حالتون چطوره؟ بچه من یه دونه پسر بچه 9 ساله هستم که دیگه از این به بعد میخوام یه یوتیوبر بشم و این اولین ویدیوی منه که میخوام اجراش کنم و اولین ویدیو بازی جی تی سان اندریاسه و شما توی کامنت ها بگین که دیگه چه ویدیوهایی درست کنم و بذارم، مثلا ویدیوی ماینکرافت یا جی تی سان اندریاس، یا حتی اگر هم بخواین میتونم جی تی 4 رو براتون دانلود کنم و براتون اجراش کنم، اما هنوز من جی تی 4 رو ندارم. حالا وقت شما رو نمیگیرم، بزن بریم سراغ ویدیو. بچه ها اینجا ما داریم تماشا میکنیم که جی تی سان اندریاس یه طور مد شده و این مد یه دونه فن داره و امروز میخوایم که این فن رو بهتون یاد بدم. پس بدون معطلی برو بریم. قبلش فقط بذار یه چند تا ماشین بزنم حالا این راحت شه. من واقعا دیوونه. ورق میزنیم. بچه ها همینطور که میبینید بازی برگشته به اول. البته تو خودم زدم. بچه دیگه همتون جی تی سان اندریاس از اول تا آخر دیدین رو میدونین جریانش چیه، اما حالا ما هم بذار ویدیوش رو تماشا کنیم چون توی ویدیوش یه مستری کار داریم، یعنی میخوام همه چی کلا یاد بدم. آقا سیجی داداش سوار تاکسی شده، نه از تاکسی پیاده شده، همشم دارم حرفا چت بگم. تو پایسا هم سیجی دستگیر کردن. اینا رو برمی‌دارم هی مال منه، پول منه، این پول خلافه، پول منه. بچه یه ذره الان دوربین تاره، فقط و همین جاهاش یه ذره دوربین بهتر میشه. الان دوربین من دقیق تنظیم نکردم. ما رو که یادت نرفته کام. نه خیلی سرکارته، فقط نمیدونم چرا اینقدر پولش میدی. باید ماشین آره باشه نمیدونم سرشون پا بچه بعد از اینکه این تاکسیه میره ما باید همین زمان بعد از این ما یه دونه کد رو باید بزنیم که الان کد رو بهتون نشون میده. آره میدونم. خب دیگه چی کار کردی کار؟ هیچی. من الان تو لیبرتی سیتی زندگی میکنم. من تمیزم، هیچ کاری نکردم. نه تو هیچ وقت تمیز نبودی کار؟ ببینید تا چی داره؟ این یه اسلحه سرکار پلاستیکی که 10 دقیقه پیش ازش استفاده شده برای کشتن افسر پلیس. سرکار پندلبری مرد خوبی بود. سریع کار میکنی کار. دیدی که من همین الان رسیدم. چه خوب شد موتور پیدا کردی، موتور ازت گرفته. اون تفنگ من نیست. نه همه زحمت نگو کار. همه زحمت نگو کار. این دفعه دیگه از من چی میخوای؟ ما هر وقت رو میخوایم من پیدا میکنم. پس سعی کن دیگه افسرهای پلیس رو نکشی. شما نباید من اینجا ول کنید. اینجا منطقه بالاساست. تو که میگفتی من بیگناهم کار. همینطور که ببینید پلیسا باید اینجا ما رو پیاده کنن، اما پیاده نکردن و اما کشتنمون. بچه میبینید ما توی بیمارستان هستیم. اینجا هم یه کد دیگه هم باید بزنیم، کد پوله که باید پولمون هم زیاد شه
فقط بچه بعد از اینکه این کد پولو زدم یه چیزایی باید بهتون نشون میدادم که اونم من عجله داشتم وقت نکردم بهتون نشون بدم. واقعا ببخشید. حالا خدافظ.